خب سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با اولین ویدیو چنل یوتیوبمون. حمایت یادتون نره، زنگوله و سابسکرایب یادتون نره. کلی عشقید. بریم سراغ آموزش. خب بچه، اول میرید تو بخش تنظیمات. این گزینه نباید فعال باشه، باید اون یکی گزینه فعال باشه. گزینه زرد رو میزنید، بعد اینطوری تنظیم میکنید. یم انگشتتون راحت بود اونطوری کنید. با این گزینه کوچیک بزرگ میشه، با اون یکی هم کم رنگ و پر رنگ میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فعلا خدا حافظ.